سلام و صد سلام خدمت شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب اذان افغانستان. امید که جور صحت و صحتمند باشید. بار دیگر مصطفی محمدی با جمع از همکارانم آمدیم در تپه نادرخان تا برای شما بینندگان عزیز گزارش داشته باشیم. تشکری میکنم از آن دوستایی که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده، کامنت گذاشته و همچنان دوستای جدیدی که با تازگی به چینل ما پیوسته. امروز بار دیگر برنامه حقیقت و جرأت داریم. با ما بمانید و از برنامه لذت ببرید. چند تا تصویر از این پارک تفریحی و تفا ببینین. دوباره برگردیم. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب هستم. بخیر؟ بخیر هستیم. نامت چی است؟ عزت الله. عزت الله جان. عزت الله جان اینجا چی کاربار میکنی؟ بگر است، چای است، پیفیتا، پیکیتا، چپن، چای است، برگر است، دیگه چی است؟ بیسکیت، بیسکیت است. کماندو ما داری؟ از ما موترسیکل هم دارم. موترسیکل هم داری؟ اینجا چند خریدی؟ موترهای سال خریدی. با پولای زیاد خریدی؟ چقدر بود؟ موترهای پول کردی. از کی؟ از پدر گرفتی؟ از پدر کلانت؟ آقای میاره. آقایت میاره؟ موترهای سال کردی. توی طرف سعی کو چطور سروسی کردی؟ دو زن گرفتیم. دو زن گرفتی؟ از کجا گرفتی؟ دو زن. از کجا گرفتی؟ خانباد، فریاب، اسق. این خوصه تا شد. چطور از کاربارت؟ خانباد، پکی. چطور از کاربارت چطور است؟ فریاب هستیم. خانباد. بخیر باشی. خیر باشی. بخیر. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی بیادر؟ شکر بخیر باشی. قراریست؟ الحمدلله سلام. بیادر ما یک برنامه داشتیم، برنامه حقیقت و جرأت. میتونیم امرای ما بازی انجام بدیم؟ بله چرا نه، 100%. انتخاب که حقیقت یا جرأت؟ جرأت. برای یک دوست یا رفیقت زنگ بزن بگو ما تکر کردیم کتی اون نفر دیگه که تکر کردیم موتر از بسیار خراب شده، یک 20,000 افغانی توانی شده، مامورا برام بیار. سایز چرا؟ ببینین چی میشه. بله 100%.
شبکه مخابراتی موقتا. باش به شماره دیگه زنگ دمیه دکار زنگ بزن. یه سعی آمتان نمیده کار سلام علیکم. سلام علیکم جور هستی بخیر مصطفی جان جور خیلی خیلی جادرم. شکر بخیر باشی. بیادر ما والا تکر کردیم و موتر از اون نفر بسیار خراب کردیم. به 20,000 روپیه ضرورت است، میتونی برام بیاری؟ والا جگر گوشه از 10,000 گرفته تا 1,00,000 شما باشید خمانده کن. خدا یاره دیگه فقط هم 20,000 روپیه برسون که میجه نفر زدیم دیگه تاوان از رو بته موتر زیاد خراب شده. موقع بیادر موقع تا بگو. موقع دیگه من کارتینه هست. بنده نوکره بیادرم. خدا یاره سلامت باشی دیگه. سلام علیکم. علیکم سلام. بیادر خوب هستی بخیر؟ جان جور سال خیلی. بیادر ما از چینل یوتیوب اذان افغانستان هستیم. بیادر کت ما در برنامه بود ورخطا نشید تکر نکرده شکر جور تیار است. چی میگی بیادرم؟ جور تیار است. بخیر باشی بیادر. چی خدمت بیادرم؟ بخیر باشی بخیر باشی. از این معلوم میشه که اندیوالت خوب اندیوال است. والا دیگه خوب اندیوال که خوب نباشه دیگه در این زمانه بسیار کم پیدا میشه اندیوال. دیگه اندیوالی به خود آدم رفت داره با امید امت کردیم که دوست رفیق حالو که ما میکنن ولی رقم نمیشه. حالا خوب بسیار زمانه خراب شده کلش در مطلب است. یکان تا پیدا میشه مرد پیدا میشه که بیادر سرت استاد میشه و سرش استاد میشی دیگه این رقم اندیوالی مزه میتن. نه که دیگه هر نفر بیاده که با خاطر یک مطلبت باشه دو سه روز کرده دست مطلبت پوره شد باز میره پوره کمیش وقت بدر نمیخور. اندیوالی کردی تا قیامت تا روز مرگت اندیوالی کن. این نه که یک دو روز اندیوال باشه در روز سوم برس پیشت. بخیر باشی بیادر. سلامت. از شما تشکر. بخیر باشی. سلام علیکم. سلام علیکم بیادر جور هستیم بخیر. خوب هستین قراری؟ شکر خیریتی جمعه جور هستیم. ما برنامه داشتیم برنامه حقیقت و جرأت میتونی امرای ما بازی انجام بدیم. بله. دو گزینه داری انتخاب حقیقت یا جرأت. حقیقت. حقیقت. اگر بر یک روز رئیس جمهوری افغانستان شوی سه کاری که اول انجام میتی کدامش خواهد بود؟ ما بخیر رئیس جمهور شوم. اولین کارم است که مکتبای دخترای خواهرای ما یعنی همونا را باز میکنم مکتب اول. دومی که باز محصولات و تجارت و چیزا را ارزان میکنم بخیر. دوم سومش بخیر اینمی مقصد افغانستان آرامی و جور بخیر انشالله. بخیر باشی بخیر با روزیت برسی انشالله بخیر. تشکر. سلامت باشید. خیر را جور بخیر خیر هستی؟ قراری را شکر الحمدلله. روز جان مونږ یو برنامه لرو د حقیقت و جرأت په نامه غواړو مونږ سره بازی وکړو. ولې نه؟ خیر دوه ګزینې لري انتخاب کا حقیقت کا جرأت. حقیقت په ژوند کې د غټ دروغ څه دي چې ویلي دي؟ بس دا غټ دروغ خپله په شارنو کې و بس پلار ته وویل چې تللی پغمان ته لکه چکر هغه مې دغه اخیستی و د پغمان اخیستې اجازه او چکر شارنو کې و اجازه دې د پغمان اخیستې وتلی و شارنو ته ملګرو سره لکه شپه و که نه هغه ځای لرې و زه اجازه مې واخیسته و بس شارنو کې مې ورځ تېروله. خیر اوسې وروره مننه. دی اوس دی اوس ستړی مه شي. خیر ته جوړې په خیري. څنګه قراري ده؟ الحمدلله شکر ته ښې. خیر اوسې مونږ یو برنامه لرو حقیقت و جرأت په نامه غواړو مونږ سره بازي وکړي. او انتخاب کا حقیقت کا جرأت. حقیقت کې اولین سینمایي مینه یا عشق د کوم یو چې تا ډېر دې کتلی؟ که رښتیا درته ووایم هغه په درې مرسل سریال کې د لیلا په نامه باندې وه د دې هغې لپاره ما دا سریال هم کوته. همیشه وخت مننه. خیر اوسې. مننه تا نه خیر. ژوندی اوسې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ خیر ورور جوړې؟ الحمدلله خیر ته. ورور مونږ یو برنامه لرو د حقیقت و جرأت په نامه غواړو مونږ سره بازي وکړي. هو. انتخاب کا حقیقت کا جرأت. حقیقت کې به ته دا راته وایې چې په ژوند کې د هغه کوم کار ده چې کړی دی او وروسته پرې ډېر پښیمانه شوی؟ یاره تقریبا ماشوم وم یو د شپږو کلو به وم بس یو زه وم یو مې د ماما زوی او موږ کره مېلمانه راغلي نو د هغوی ډېر یو ښه موبایل و بس ټوډي موټر مخکې سلوډ باندې موبایل ایښی دوی مېلمانه لاړل
کوټه کې ناستېدل. بس زه او د ماما زوی مې وړکې و، بس زه او هغه پسې راغلم. ما ورته ویلې ما ویلې یاره دا ډېر ښه موبایل ته پټوي، بس ساعت هم پکې تېرې ګیم ویم به پکې کوو. بس موبایل همسې کله راواخیستلو پټ هم که زیاتې بلې ماما زوی مې راغه راته ویلې موبایل چا پټ کړه. نو وړکتوب ماشومتوب نه پوهېدلم، بس ما ورته ویل ما پټ کړی موبایل. زیاتې موبایل هم رانه واخیستلو، بس ښه ډبول هم راکړل. دا نو یو تریخ حقیقت ده ماته. وی وهلې او ښه سمې وډبولم. موبایل یې پټ کړی او موبایل مې پټ کړی، بس بعد له هغې مې غلا نه ده کړې. په مخې ډېر پښیمان. بس ډېر به پښیمانه یم چې ولې ما موبایل پټ کړه، ولې ما ډبولو خړ. اوس هغه سړی راځي بس سترګې مې ورته ټیټي چې موبایل مې ته نه پټ کړی ده. ژوندی اوسې ورور؟ مننه جار هستم. خیر. خوب هستی بیادر؟ خوب هستم. شما خوب هستین؟ قراری است؟ قرار بخیر باشید. بیادر جان ما یک برنامه داشتیم، برنامه حقیقت و جرأت. میشه همراه ما بازی انجام بدید؟ انتخاب کنین، دو گزینه داره، حقیقت یا جرأت. جرأت. در جرأت موبایلتان رو بگیرین برای پدر جان یا بیادر کلانتان زنگ بزنین، بگوین ما نیمروز هستم، صبح نشد که شما خداحافظی کنم، ما میرم ایران، ببینیم که احساس پدر یا بیادر کلانتان در این باره چی است. صحیح شما بفرمایید. بلنگو کن دوستان بشنو. مشتری محترم، ساعت و راجستر مجدد سیم کارت حتمی می باشد. شماره 447 زنگ بزنید تا بدانید که سیم کارت شما ثبت است و یا خیر. تشکر از شما. بله برادر سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی سلمان جان؟ تا جور بخیر؟ شکر بخیر باش. بخیر باشین. ما گفتم با دوستای خود میرم ایران. چی گپ است ایران؟ اگه اجازه تان باشه. ایران میری از کار میگه والا میگه چی کنید؟ اگه شد به نیمروز دیگه میریم. مرد کار میکنید. چی مرد خب خیر اگه اجازه تان باشه. اجازه میتین؟ میگه والا میگه چی میگی؟ خب اجازه نمیتین؟ نه اجازه نمیتین. در واقع چند خیلی ما شما باید کنید. چی داره مثلا بیگانه برید کار کنید. مثلا خیلی آمد بسازید. خب؟ صحیح. ما بخیر باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر جان خوب هستین؟ بخیر؟ بخیر باشید. شما خطا نشین، تشویش نکنید. بیادر کت ما در برنامه بود، ما خواستم همویس پدری شما را معلوم کنم. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر. اجازه نداد. نه خیر می. بخیر باشی بیادر. بخیر باشی. تشکر. شما هم تشکر بچه. خیر. خوب هستی بیادر؟ سلامت باشین. خود قراری است؟ بخیر باشین. سلامت. بیادر ما برنامه داشتیم، برنامه حقیقت و جرأت. میشه همراه بازی انجام فرمایید. چرا نه؟ انتخاب کنید حقیقت یا جرأت. جرأت. در جرأت بر موبایلتان بگیرین، بر یک دوستتان زنگ بزنین، همون دوستی که زیاد سرشان اعتبار دارن، بگو ما یک موبایل خریدیم، یا 2000 افغانی کم بود کردم، میشه برام بیارین ببینیم چی میشه. درست است. چرا نه؟ زنگ بزنین. آره زنگ میزنیم. بلنگو که دوستان بشنو. بله سلام علیکم. اصیل جان قند خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ سلامت باشین. بخیر هستیم انشالله. سلامت باشین. برادر عزیز اینجا ما یک موبایل خریدیم، پیسه کم بود کردیم، یک 10,000 میتونیم که یک 10,000 بیارین؟ 10,000 بیارین؟ ما کجا کنیم دیگه؟ ما خودم بیکار هستم، میفهمی که باشش کار و بار نیست. تو خودم با همیال پیسه دارم، مشرف کنم باش پیدا کنم. خب ما یک صدا سرد کردیم، اعتماد کردیم ببینیم که جواب شما چی است که اینجا فکر کو بند نمیگه. چون خب ما خیلی چیز خیلی درسان اندیوالی تو حالا بیادریست، ما ببینم اندیوالا رو بچه رو ببینم چی میکنن، اونا دارن من باید گرفته میارم. در کجا بگیرم بیارم باید؟ دمی سر تپه نادرخان اینجا یک دوست ما تلفن فروشی داشت، از امی گرفتیم این میجا موقعیتش هست. خب سعی صبر ما من در پایین هستن بچه را میبینم انشاءالله اگر داشتن باز گرفته میارم. درست است. تشکر بسیار زیاد. سلام علیکم. خوب هستی؟ بیادر خوب هستی؟ بخیر؟
بیادر موبایل فروشی نداشتیم ما چنل یوتیوب از آن افغانستان هستیم. بیادر که ما را برنامه بود موبایل نخریده شما را آزار میداد. بخیر باشین بیادر. خیلی بینی بیادر خیلی تشکر. بخیر باشین بخیر. دوست خوبتان است؟ بله دوست خوب ما سرش صدا کردیم بازم نداشتن با وجودی که نداشتن گفت یک چاره میکنیم. بخیر باشی بیادر. سلامت باشین. بخیر باشین. دوستای عزیز رسیدیم به آخر برنامه. امید که از برنامه لذت برده باشین و برنامه به دلتان بوده باشد. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، با دیگر دوستا هم شیر کنید و شریک بسازید. همچنان صفحه فیسبوک ما را هم دنبال کنید و لایک کنید. تا برنامه دیگر الله حافظ. خدا نگهدارتان.